البته مشکل است. وقتی یک جوان بر وقت از این دنیا می رود و تابوت او را از پیش چشمان پدر مادر برداشته به خانه آخرتش می برند. گران است، دلریش کننده. امروز جای هم صحبت ما خالی است. همگی من 1 سال و 5 ماه پیش با او صحبت کرده بودم. اون طوری گپ زده بود امروز چون گوش میکنم گویا از این دنیا رفتنش رو میدانست. حرفایش صمیمی، مهربان، خاکسارانه، گویا حرفهای آخرین از او بود که برای مخلصانش، برای عزیزانش، برای جمله انسانهای همین سیاره گفته شده است. امروز یاد از هنرمندی غورمرک، هنرمندی با استعداد، هنرمندی پر آرزو، هنرمندی که صدایش، نوایش در دل دیده هاست، یاد از نیکروز نیازوفی جوان مرگ میکنیم. این لحظه تقدیمتان می‌داریم همون صحبت آخرین او که با ما بود. توجه فرمایید. ولی در شو بیزنس بسیار ضرور است که مبلغ آدم را معرفی کند و در این زمان باشد حتما باید در یگان شبکه‌های اینترنتی همه جای پول در کار میشد که رکلامه بکنند یگان کار دیگر. ولی برای من رکلامه ضرور نبود. چه خیلی که شد سرودای من و سرودایی که من از شادروان ایجاد کردم و خواندم در دل مردم جای گرفت. به فکر من از که ها بیشتر میخونه؟ من یکم سروده که من خواندم از شادروان مبارک شاه میرزا شایف بود. یکم سرود خرامان گشته میوایی بسویم. همون سرود رو برای یک برادرم، برای یک دوست خواندم و همون سرود رو در شبکه اینترنتی پرتافتم و با همون سرود با فکر من مشغول کردم. در دل بسیار مردم جا گرفت. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان اکثریت گیتار نواخته میتوانند. قریب که اکثریت سرود خوانده میتوانند. لیکن نه همه مشهور میشوند. بله. زیاد نفرشان در همان کوهستان پیوسته در زمزمه سرود و موسیقی هستند. قبل از شما در کجا تولد شدید؟ من تولد در پرشنیف شدم. در پرشنیف تولد شدم. ناحیه شغنان. در ناحیه شغنان. و از عائله صنعتکاران هستم و پدرتون، مادرتون؟ پدرم، پدر، بابا کلان و بیبی من همشون صنعتکار می‌نوازند، می‌سرایدن همش. و هنر من از کجا سر شد؟ تا صنف نوحی من در بدخشان خواندم و بعد صنف نوحی من آمدم به کالج صنعت احمد باباقلوف و داخل شدم. در آنجا برای بسیاران کسب من مأخور شد، پسند آمد. ولی من آن وقتا نه اونقدر خواستم که من سراینده شوم یا یگان موسیقی شوم. اونقدر ذوق کلام نبود. از کجا ذوق کلام پیدا شد؟ کی شما رو روح بلند میکرد؟ نیکروز تو میتوانی زور خوشرو؟ این تنها بیبی من بود. بیبی من بود. بیبیم گفت که چند خیلی تیزتر و شهروی در پایتخت با کارها بسیارتر می شوند. خواندنت خوبتر می شود. استادای خوب هم هستند. موقعی افتن معرفی شدن دوستان می شوند. بله. ولی گفتم که من فکری نکردم که من سرودخوان می شوم، من حافظ می شوم. و سببش در چی شد؟ من خودم استودیو دارم و در استودیو خودم حافظا رو ثبت میکنم و اپای شبنم سرای رو ثبت میکردم، اپای نگینه منقضا و بسیار سرانده رو ثبت کردم. و یک روز در استودیو اپای شبنم آمد و یک سرود برایشان ثبت کردم. از دل من رفته بیرون به خودم. و با اپای شبنم پرودیوسرها بودن، بسیار انسان‌های خوب بودن و من در پیش اوایها این سرود رو خواندم. گفتم که اپا همین سرود رو با همین طرز خوانیم و ثبت کنیم. و امان پرودیوسرش به معقول شد، گفت که تو همین قدر روز در کجا بودی؟ تو باید سرودخوانی میکردی. گفتم که من موسیقی رو میسازم و در استودیو خودم، ولی ایزا میکشیدم سرودخوانی یگان چیز دیگر. و با بسیار گروپ ها کار کردم، با گروپ جرای، با گروپ پنج لاین، با بسیار گروپ ها
موزیکانت بودم، کیبورد نواز بودم و یک ویدیو پروستا میخواستن که از سرود شادروان من خوانم برایمون برادران روی کنم که و یا در ماشین خود گوش کنن در یگون جای دیگر. من اون سرود خیرامان رو ثبت کردم، سیامکه کردم با تلفن گرفتم با امام نفران روی کردم، امام نفران با یک جورای خود دیگر روان کردن. بلاگر بود امون برادر، همین خیلی دست به دست رفت سرود. یه بار دیگر در کوچه میگن که همون شما هم بچهای من حیران شدم که همین چه خیلی همین سرود من دیگر بودم در روی کدمی کجا پیدا شد. بعد دیگه همین بلاگرها میخواستن که با من همکاری کنم برای که پرسموت را در صفحه اینترنتی بسیار گرفت. در یوتیوب عین حال هم خیلی چیزی که میکنم پرسموت را بسیار میگیرد و خواستن که با من همکاری کنن و سر شد کار من فعالیت. بهترین. و اینا بعد از نیکروز نیاز ترانه مخصوص رو استقبال میگیریم. مرحمت. ایام در دورم صفای چشم بدارم، دوای درد بدرمان، شفای قلب بیمارم. ایام در دورم تو بنگر چشم تر دارم، ایام در دورم، ایام در دورم. بیامد من اصلا تو مشکن بال پروازم که عمره جای تو در دل ایام دورم، ایام در دورم، صفای چشم بدارم، دوای درد بدرمان، شفای قلب بیمارم. چور مصرعی رو خوندم، سرود تمام نیست ولی سرود برای مخلصانی که کسانی که مرا نمیدانند و کسانی که نمیشناسند و کسانی که میشناسند، من نیکروز نیازوف هستم و خدا خواهد آلبوم نو من برای شما امسال تیار میکنم و کنسرت من امسال خدا خواهد برگزار میگردد. دلیر نظرف درباره فعالیت شما، درباره ایجاد شما چی گفتن؟ استاد عزیز. استاد عزیز راستی گپ من فکر استاد نمیدونم درباره من چی فکری او دارد، ولی من که در کنسرت خودم خواستم با استاد دلیر نظر یک سرود رو خوانم، ایجاد کنم و اگر وای گپی مرا رد نکرده باشد و در کنسرت من با من سرود خوانده بود، با فکر من فکر خوب در فکر پس استاد در پیش شما بهای اعلا داده، بهای اعلا با فکر من داده باشد و کنسرت ما یکم که فکر کردیم که استاد قبول نمیکند گپی ما رو که ما خواستیم با استاد دلیل نظر یک سرود خواندن. رفتیم پیشش، یکی گفت که مایلش دادر جان شما کار کنید، من شما رو دستگیری میکنم و در کنسرت شما من میبیام شما رو دستگیری میکنم. و ما خرسان شدیم как говорится мы в шоке были когда вышли оттуда. بسیار خرسان شدیم و خیلی استاد دلیل نظر میداند که ما هنر ما که سر شده بود با سرودای شادروان با مبارک شاه میرزا شاه، سپاس به آن انسانی بود که در صنعت و در صحنه ما را میشناسند و همه وقت قدر میکنم و منتداری خودم برای دلیل نظر میرسانم و یکمش که خدا است و دیگرش همشون سبب است. بهترین. کدام سرود رو زمزمه کرده در کنسرتتان با استاد دلیر نظرов؟ دختر دیقان. خب مرحمت کمتر گوش میکنیم. در حقیقت هم از شو کنسرت های خاطرماندترین در حد شما بود. بله. رفتیم. بازا که شدم از غمی اجر تو پریشان، ای دختر دیخان از خانه برون آی دارن فصل باران، ای دختر دیخان از خانه برون آی دارن فصل باران، ای دختر دیخان شبازی فراخی تو مرا
خواب نباشد آمتاب نباشد شبازی فراقی تو مرا خواب نباشد آمتاب نباشد افکنده به سجادری زیبایی بدخشان ای دختر دیخان افکنده به سجادری زیبایی بدخشان ای دختری دیخان خسته نباشید. نکروز نیازا خدا دوستان عزیز دل دیده و سرود رقص بکن شور بده خودم در استودیوی خودم ثبت کردم تو یکه خوندم و فکری در امکی من خوشبخت نیازوف رباب می نازد گفت که با یگان دختری جوان باشد هنرمند خوب باشد این رو دویت بکنی خوب میشه گفتم که با میرنگور من شناس هستم بسیار انسان خوب است یک پیشنهاد میکنیم اگر مقبول شود چی بنه میکنه برای میرنگور گفتم گفت که مایلش میکنیم دوید خیلی برای کسانی که ما رو دستگیری کردن و فقط هنری ما رو قدر کردن با فکر من برای که هنری من نمیدونم و از خیلی میگویند که دیگر آدم ها خوبتر میدونند گفتن که هنر شما خوب است اون انسان ها با هر یک آدم دویت هم نمیکنند نمیخوانند و با من دویت برای اون کردن که با فکرم هنری من رو قدر کردن و دویت کردیم بهترین از ترانه های خیلی و خیلی جذابترین بود که شمایان خوندید و واقعا هم از مشهورترین ها شد. بعد چند زمزمه آن رو باز هم در اجرای خود شما گوش میکنیم. رقص بکن شور بده مرحمت و بعدا دوستان عزیز دل دیده دختری تاجیک ترانه نیکروزی عزیز دل دیده تقدیم شما میگردد. مرحمت. رقص بکن شور بده رقص بکن شور بده خرمن زلفان الله ماه شبستان چرخ بزن چرخ بزن چرخ بزن چرخ بزن آبیال چشمان الله آفت دوران میروی از بر من دور چرا آن شب و روز چرا آن شب و روز چرا میروی از بر من دور چرا آن شب و روز چرا آن شب و روز چرا رقص بکن شور بده رقص بکن شور بده خرمن زلفان الله ماه شبستان چرخ بزن چرخ بزن چرخ بزن چرخ بزن آبیال چشمان الله آفتی دوران آبیال چشمان الله آفتی دوران تصنافرین بازم این گونه ترانه ها این گونه موسیقی ها و این گونه آهنگ ها واقعا هم روحیه رو بریده میگرداند و ما توانسته ایستادیم که از نیکروزی عزیز دل دیده ما این سرود رو شنیده باز هم با قابل کیف کنیم. خب نیکروز خوش به حالتان. البته برای هنرمند دشوار است موقع یافتن البته چقدر که گفتید در این راه مبلغ زیاد هم لازم است ولیکن خوشبختی شما عین حال در چیست؟ خوشبختی رو در چی میبینید شما؟ خوشبختی این بسیار سوال دشوار است. خوشبختی رو در چه میبینم؟ خوشبختی در انسانیت آدمی زاد میبینم برای که در حین باشد در کجایی که من را نمیدارم کجایی که نباشم بسیار آدمو حین در شهر خودمان چه گویم بسیار هوا بلندی میکنن همه آدمی که چند قدر خاکسار باشد چند قدری که دوستی برادری کرده باشد آنقدر خوب در است. در شهر ما عین حال باشد یک آدمی که یک سرود میخواند و یک بلاگری که پرستای بلاگر با یک ویدیو میپرتاید پادپیشک میکند یا که یگان کار دیگر اما خیلی آدمی کلان خود را حساب میکند و من این چیزا رو با فکر من آدم چند قدری که بالاتر شود آنقدر باید خاکسارتر باشد و با مردم باشد اما وقت با حالی جمعیت. من مثال شما سرود برای خودتان فقط میخوندید و حالا معلوم نبود برای ما معلوم نبود وقتی که نیکروز نیاز شده بعد در خودتان هم خیلی یک چی میگه کسلی ستارگی پیدا شد؟ نه
همین چه خیلی بوده تا خیلی بودم خیلی هستم ولی یگان عین هم باشد بسیار آدما میگن که شما کجا این فکری باشد و کجا چه خیلی نپرمی شما میتوان ناختن و ایجاد کردن و دیگر چیز این چیزی که هست ممکن که از خدا برای من بخشیده شده است و خاکسار آدم و پرستوی بودن به فکر من این آدم با درنگ اکتیور نباشد ساختکاری نباشد آدم چه خیلی که است امون خیلی آدمی که خاکسار نیست و وای چی کند یعنی که در حیات شما هم خیلی فریبگرها بودن هم خیلی در بین بسیار شما هر روز هستن هر روز آدمایی که هستن که میخوان که با بسیار کارها استفاده کردن و با بسیار من همش میدونم ولی از خودم و از نام خداوند چیزی که از دست من میبرد خدمت میکنم میدونم که کی مرا فریب میکنه کی نمیکند ولی خاکسار بودن و این چیزا من چه خیلی که هستم من خیلی خودم قبول میکنم بایگری من چه خیلی گویم من بایگری در پول و این دنیاوی حساب نمیکنم بایگری من در دل خودم و در تازگی خودم حساب میکنم سمیگاه برای من همی است اون من چیزی که در وجودتون هستن از صنعت خودتون به خودتون استفاده بهای چند میدید؟ نمیدونم از سیستمی 100 بالا به فکرتون بالاتون حاضر چند؟ هیچی گفتن نمیدونم از مردم اخلا 5 بالام نمیدید نمیدونم از شما از کسانی که امروز که مرا فریاد کردین بله همه شما برای من میدین من خودم رو اسم میکنم همون نیکروزی که اون وقتایی که در مکتبی بودم آدمی پرستو آدمی خاکسار نمیتونم خودم رو گفتن چه خیلی که بودم همون طرز آدم خودم رو اولو هم اسم میکنم موسیقی حیاتی شما موسیقی حیاتی من موسیقی رو دوست می‌دارید بله خب عادتاً سحر وقتی که بر وقت میخواستید من با نواختن موسیقی یگان ایجاد مشغول میشوید من سحری که هر روز ساعت‌های 5 سحر بیدار میشوم خب واقعا سحرخیز هستید زیاد نفرانی که با ایجاد و با موسیقی و سرود مشغول هستن همین خیلی میخوان که سحرشون ساعت 11 نه میشود روزایی که بسیار مونده شوم دروغ نمیگم میشد که تا ساعت 11 تا ساعت 1 خوب میروم ممکن ولی بسیارتر تیزتر میخیزم از خواب حرکت کردن فایزش دیگر گونه هست اویله دار هستید؟ بله اویله دار هستم صاحب فرزند؟ بله هستم بهترین چند فرزند دارید؟ یکتا بهترین خب در انتخاب همسر بیشتر به چی باید اعتبار دهید خصوصا صنعتکار شما از اهل صنعت هستید عموما زیاد مخلصانی هستند که دخترکا هستند همشون خوشرو همشون نکروز میگن همین خیلی رشک همین خیلی چیزا در شما هست برای زنم هست زن رشک میکند پرمیر که بله بسیار در کوچه‌ها که میگردم بسیار جورای من هستن گفتن که نیکروز تو هم خیلی دخترها تو دم مینویسن هم خیلی چی میکنن و فکر تو هم خاطی میگردی و خیلی گفتم که نه برای من چیزی که خداوند داد من این رو چشماندن نمیتوانم چیزی که خداوند برای من توفه کرد که هم خیلی بسیار آدمایی که هنری مرا دوست می‌داره یک کس هنری مرا دوست می‌داره یک کس دیگر ممکن که مرا دوست می‌داره یک کس دیگر یگان چیز دیگر من این رو استفاده کردن در زندگی نمیتوانم کردن برای که چیزی که خداوند داد قدری نکنی خداوند یک روز نمیگیره دای دست خب نیکروز در ایجاد سرودها بیشتر با متن‌ها و آهنگ‌ها چگونه شکلش چگونه ژانر بیشتر به شما پسند است به خودتون که کیف کرده میخونید لذت میبرید از همین چیز ژانری که کدام سرودی که من میخونم همشون نغز میبینم من در ماشین خودم هم بسیار نفرا میگن که برای چی تو یگون کاسا گوش نمیکنی گفتم که هزار بخشش در همین شهر خودمون همشون من ثبت میکنم من نمیدونم کی رو گوش کنم و سرودای خودم گوش میکنم برای که نمیدونم برای من پسند هستن سرودایی که من میخونم پسند هستن در مورد شعرها مثل شعرهایی که خلقی هستن بیشتر هم خیلی پسند یا که خلقی بله پسند بسیار در دولت ما باید یکم نامرده باید خلقی باشد همین استیل ژانری خلقی باشد این استیل از دولت خودمون است توجیکی استیل توجیکی خودمون ما باید یکم این رو دستگیر کنیم بعد دیگر سفیر او را من نیکروز شما میگید که به بسیار صنعتکاران مثال همکاری میکنن در جاده ثبت سرودها بله به فکر شما رقم یکی با فکر از همه جهت مثال انتخاب متن موسیقی آواز صدا تمپ دیاپازون دیگر چه همش اگر به اینو بد کنیم برای من نمیتونم گفتم نمره یکش کی است ولی میتونم گفتن که یکی از بهترین ها هستند میرن در استودیوی من که ثبت میکنن یکی از بهترین اپای شبنمی سرایان خریزم دارد سرودی که میخواند
بسیار تیز چه گویم آواز داشتن همه دارن آواز سگم دارد میجخد ولی خریزم و حسیاتی که از دل میبروری آن هر کس ندارد این حسیات اپای شبنم بسیار دارد این حسیات با اپای نگینه امانقدوه بسیار دارد این حسیات مدینه دارد این حسیات مرنگاری رستم دارد بسیاری ها دارند من نمیتونم گفتن که از اینها از همه بهترین یا نگینه یا که شبنم یا که مدینه یا که یگان کسی دیگر و اصلا هنرمندایی که عین حال با نو در صحنه برآمده هستند من بهترین نمیتونم گفتن کسی است باید که من با همگان کار میکنم من حقی گفتن ندارم که بهتر است شما لیکن خوب میدونید برای خودم میدونم برای خودتون رو با کی مقایسه میکنید من نکروز نیازوف با کی مقایسه شونده است من در رینگ در جنگ اگر میبرمدید با کی میبرمدید برای خودتون کی رو رقیب انتخاب میکردید اگر راستش رو بگم من فکر این رو نکردم خب در عین حال با جوانانی که امروز من وا میخورم و آفیزی میکنن یگان کسی رو نمیبینم زور از خودم بسیار زور هستن ولی ایمینه که با من رنگ من آهنگساز هستن رنگ من ارنجروفشک هستن رنگ من بسیار کارا رو میدونن و میفهمن و میکنن پیش بردن نمیبینم نه در مسئله سرودخوانی در مسئله سرودخوانی بسیار هستن سرود میخونن با کی به جنگ میبرید ما تشکیل کنیم نه با کی بر جنگ برآمدن نمیدونم دویل میگن که مقصد نه تو شما میخونید نه تو وای میخونن دویت اگر من دویت فقط در همین شهر میخواستم تنها با دلیل نظر خوندن دویت و با اون نفر خوندم و دایم انسانی که است شبنمی سریا بسیار خوش داشتم که با اون یک دویت خوندم با فکرم شبنم نه نمیگن اگر شما خودتون نه یگان معرفی نکردیم خیلی معرفی بودن ولی خدا خواهد روزهای نزدیک ممکن که سال دیگر ممکن برآید بهترین انتظار میمونیم در حقیقت شما میتوانید ولی با جنگ برآمدن نمیدونم همشون هنرمندای خوب هستند همشون هنرمندان بهترین هستند هر یک هنرمند خود رو خوبتر از دیگر هنرمند حس میکند و فکر من و منم فکر میکنم خیلی منم سنت رو بسیار میدونم خب بهترین اینجا SMS پیام ها وارد شده است و عنوان برنامه ما یک به یک میخونیم السلام علیکم روز بخیر مهربان خوش به حالتون به نیک روز موفقیت ها تمنا داریم از ترانه های مبارک شاه همزمان نمایان بسیار زیبا میسرایند گویا که استاد رو شنیدگی بری میشویم گویان ملوحت نوشتند تشکر زیاد ملوحت البته آمادگی میبینند و از مبارک شاه مخصوصا با صدای نیک روز نیازف گوش میکنیم در ادامه رخسار می نوشتند سلام نیک روز صدایتان رو شنیده بسیار خوشحال شدیم در حقیقت از شما بازم سرودهای نو به نو رو انتظار میمونیم خب با مدینه دویت رو انتظار میشویم از شما گفتند خب در ادامه خسرو نوشتند السلام علیکم نیک روز صدایت رو شنیده بسیار خرسند شدم من مخلصی تو هستم و البته ما به نزدیکی توی داریم تو رو دعوت میکنیم گفتند خب دیگر شما از مهربانی ما بهادر خوجا نوشتند السلام علیکم به نیک روز عزیز موفقیت من این جوان رو باری اول میشنوم و واقعا هم سنتش عالی است گفتند بسیار میخواهم ایجادهای نو با نو کرده باشد و روی صحنه تاجیک معرفی صنعت تاجیک باشد گفتند بهترین سلامت باشد تبارف نوشتند السلام علیکم از فدراسیون روسیه گوش کرده ایستادیم نیک روز جان به روسیه بیایید مهاجران تشنه آهنگساز موسیقی تاجیکی هستند بسیار صدایتان زیبا خسته نباشید از ترانه‌های مبارک شاه خوانید گفتند اینا بعد این نفر هم همین گونه درخواست نمودند خب یک نفر دیگر شنونده همون گفتند که نیک روز یگان دخترک رو فریب کرده است یا در بین آنها عشقی بود که به مراد و مقصدش نرسید گفتند همین بود در رایت شما نمیدونم یگان کس رو دوست می‌داشت نگرفتید یعنی که بعد اول درست این مخفی است بله خب شما میگوید که در خونه رم زنگ جنگ میکنم نه خب در حیات بیشتر سیفی یکی تو میگوید که دوست می‌داشتید
خیلی ممکن ممکنه. ما صنعتکارا ما هر روز دوست می‌داریم همه دوست می‌داره. خب اصلا ما شعرهای نوشون بخونند که حالا هیچ کس گوش نکرده باشد، گفتن باز چگونه نقشه ها دارند، گفتن بهترین البته یک زمزمه میکنند از روی خواهش و درخواست های شما. شنونده دیگرمون می نویسند از سمرقند سلام آزیا پلیوس نیکروز جان رو صدایشان رو بسیار دوست داشتم، بیاین البته ما تاجیکان بسیار دوست می‌داریم، سرودهای تاجیکی رو مبارک شاه رو خوانند. گفتن خب بهترین مرحمت از مبارک شاه یک ترانه واقعی درخواست کلی مخلصان رفتیم دوستان. نمیخوان که همه غمگین شن امروز و این سرود آخران که از شادروان بود بعد از این دنیا رو ترک کرد سرود امان است. ای جان من اسیرم ای عمر من فدایت عمرم با آخر آمد بلال جان فزایت ای جان من اسیرم ای عمر من فدایت عمرم با آخر آمد بلال جان فزایت تو میروی خرام من با دو چشم میگیرم آشفته و پریشان چون که کل است وفایت ای جان من اسیرت ای عمر من فدایت عمرم با آخر آمد بلال جان فزایت بلال جان فزایت. نیکروز سوپر فیکم که بیو برای شما در حقیقت هم زیباترین ترانه و دلنشین‌ترین آهنگ بود. خب نیکروز تمناهایی که نوبت مخلصان هواداران اینجا در خود ارسال کردن البته با همه شما رسانیم. نوشین شما از مهربانان می‌نویسند سلام نیکروز رو سرودهای شما میپسندم ازش خسته نباشد. نیکروز سرودهای مبارک شاه رو خوب میخواند برای ایجادی برکمال تمنا میکنم خاکسار و زمینی است. نیکروز گفتن دیگر شما از مهربانان می‌نویسند السلام علیکم نیکروز از رادیوهای جهانی بیشتر کی رو گوش میکنند. گفتند خب مرحمت به کی توجه دارید بیشتر و بیشتر؟ من از اوزرا باشد انریکی رو گوش میکنم و در همین تاجیکستان خودمان اگر راستش رو گویم من گوش نمیکنم. من گوش نمیکنم. من گوش نمیکنم. برای من بسیار اوفیزا پیش من میبینم که تو چه خیلی همون سرودی مرا گوش نکردی. گفتم که خیلی اوزرا بسیار میپرسن که من سرود شما را گوش نکردم ولی من گوش نمیکنم. برای چی من گوش نمیکنم؟ من از اینجا از اوفیزای خودمان بسیار هنرمندای خوب هستند ولی من چیزی که ایده ها و چیزایی که نو من اون نفران رو گوش میکنم و از آنجا ایده ها میگیرم. از این خودمان نمیدونم از که ایده بگیرم. یگان سرود نیست که مثال درد دلی شما رو اینیکاس کرده که باشد و پیوسته گوش کنید. همین خیلی مثلا همین خیلی میشود که اگر غمگین شدید نمیدونم یکم چیز شد یگان سرود گوش کرده خوب میکنید. کیرا مارتیکا وای این دنیا مثل ما با خودش مسئله داره میدونه زمین و افتاب ابر تیرگی میاره. گوش کرده همین سرود بیشتر به شما ملهم دارو بری میشود. گل من گلای کم کن ابر غصه ابدی نیست. همین سرود رو بسیار گوش میکنم. بله هستند سرودای دوست داشته من بسیار هستند گوش میکنم ولی من не всё подряд я слушаю. سرودایی که برای من بسیار پسند هستند گوش میکنم. بهترین میگن که با لحنی بدخشانی یک ترانه خوانند نیکروز. گفتن شما از مهربانمان خب نیگار مرحمت با زبان بدخشانی. بله خب اینجا باز دیگر سوال ها رو من میخوام. نیکروز با زبان های دیگر خارجی ایجاد کردنی هست مثل انگلیسی روسی همین خیلی سرودات هست نه؟ بله خب مرحمت رفتیم. سرودی من است
3 2 1 رفته. یک وقتا در بدخشان این سرود بسیار مشهور بود. آها. Osta batsın bönaren uftat ma. واو. Osta yato açgana çuftar ma. Kayto dat mayle gabganes. Uzun malol to qatenes. De to darde ishtalım. Kotsön gata modelares. Digamo pöşeç açganes to dargovan. Begöna ortanak cisam to perova Arțăm borăța că focesc Lakin zămav games pedest Uzum de tu i montar zebo De gatar to cichto ganes Osta سوپر. بهترین در حقیقت خیلی عالی. خب سرودم از همون وقت جوانی میدهی بودیم از همون وقت پیدا شده بود بهترین در حقیقت. با بدخشان رفته میستید؟ در یک سال یک بار میروم ولی این سال میروم و میخواهم که در بدخشان یک کنسرت بسیار کلان و زنده باشد که کنسرت برای مردم بدخشان کنم. بینی‌ها مردمی صنعت دوست بینی‌ها مردمی هستند که واقعا هم صنعتی اگر اصیل باشد قدر میکنن دوست میدارن احترام میگذارن. میخوام که اسپانسرای خوب بیابم و ارگانیزاتورای خوب باشم که یگان کنسرت خوب برای مردم بدخشان برگزار کنیم. بهترین در حقیقت. اینجا در ادامه گفتگوها میگذاریم و این نبرد شنونده عزیز دل دیده‌مون شاهرخ نوشتن السلام علیکم با نیکروز موفقیت برای لذت برده ایستادیم در شهر مسکو شنیده ایستادیم گفتند خب البته انتظار میشیم اگر کنسرت تشکیل کنن بهترین میشد گفتند. خب دیگر شنونده از مهربانمون بنفشه نوشتن نفرانی که جوانانی که خاصتا از بدخشان در راه صنعت قدم گذاشته ایستادند به نهایت صدای خوب دارند استوار هستند مهارتشون تالنتشون خیلی به درجه عالی است. نیکروز رو هم شنیده قائل شدم در حقیقت من چند باز کلیپایش رو دیده بودم لیکن اینقدر توجه ننموده بودم سرودهایش رو چون زنده خوانده ایستاده است بسیار در شوق افتادم. خب میخوام با او صحبت بکنم و البته آشنایی پیدا نموده باشم چون که دوستداری صنعت هستم و سراغشون رو میگفتن البته شما رو از کجا میبند اگر کوبندگر در یوتیوب کانال در اینستاگرام نیکروز نیازوف اوفیسیال اینجا رقمایتون هست؟ رقمای ادمینستراتوری من هستم. من برای چی؟ برای که اگر راستش رو گویم من میخوام که همه کسانی که مرا گوش میکنن همشون چوخ کنم و دوستی شم و برادری کنم ولی شما میدونید که ما صنعتکار هستیم بسیار شنونده داریم و بسیاری هم میخوان که با ما دوست شوند و ما هم میخوایم ولی ما وقت پیدا کردن نمیتوانیم. برای صنعتکار دوست مهم است؟ بسیار مهم است ولی دوست نزدیک بسیار دشوار است انتخاب کردن برای صنعتکار. برای صنعتکار نه برای من دوست اگر راستش رو گویم بسیار کم دارم. با همین دستی صبح میتونم کردن کدام از کدام است. دوست کار است که همه که سلام علیکم کار بود میکنه. دوستی کسی که جانی که نپریر وای میداند سکرت های زندگی خودت میداند و دیگر کارهایی که دل خودت رو خالی برای وای میکنی و این همه کسلی از چی پیدا میشود آدمی که در دل خود همه چیز رو میگیرد و خالیش نمیکنند کسلی از اما وقت پیدا میکنند ولی دوستی که باشد که تو برای او باوری کنی که فردا نرود در یک جای دیگر شرمندت نکند با این دوست بسیار دشوار است یافتن. بله درست. وقت درست اسپری شده ایستاده است. با وقت نگاه میکنم و باز هم دل میخواهد که از سرودهای شما شنیده باشد. خب بگذار از سرودهای ایجاد کرده خودتان برای کلی مخلصان عاشق و جذابش تقدیم می‌داشتید و بعدا ما برنامه رو به انجام میرسوندیم. دوستان نیکروز نیازوف هنرمند جوان امید بخش و صاحب استعداد با ماست و برای شما می‌سرد. رفتیم. سرود از رپورتاج خودم از اجرای شما. رفتیم. سرود برای دخترای تاجیک. واه دخترای تاجیک سیما میگیریم. کمربند تو بارک برایت شدم عاشق توی ماه رخی در شبم دختر تاجیک کمربند تو بارک برایت شدم عاشق توی ماه رخی در شبم دختر تاجیک صدقه مژگان دو چشمان تویم
یار مرف که من خریدار تویم، نسبت من هرچه که در دل داری. جان تو بفرما که با فرمان تویم، گرفتار تویم. کمر بند تو بارک برایت شدم عاشق، توی ماه رخی در شبیم دختر تاجک. کمر بند تو بارک برایت شدم عاشق، توی ماه رخی در شبیم دختر تاجک، دختر تاجک. از دنیای رنگین با عذاب سنگین، رفت با اسب چوبین، نیک روزی ما رفت، عزیزی ما رفت. ارزوها نادیده، علمها در دیده، یک گلش نشکفته، نیک روزی ما رفت، عزیزی ما رفت. امروز زاد روزی اوست، دیگر باره شاد باش گفته نمیتوانیم. پدر مادری این جوانی غور مرگ در رو بروی صورت او نشسته، تمام نوارهایش را تماشا کرده، با دلی اندوه یاد از او میکنند. در برابر این مخلصان و هوادارانش نیز اجل گلچین موده است، گلی ما را، جوانی ما را، عزیزی ما را، نیک روزی با استعداد و هنرمندی ما را از ما بر وقت نبود. نوبسته از جوان بودنش او توانست از خود میراث کوچکی گذارد و رود. میراث او سرودهای او، ترانه‌های او، آهنگ‌های او، عکس‌های او، سخن‌های اوست. بله، او نمرده است اصلا، او همیشه زنده است، چون همیشگی ما او را یاد میکنیم. زنده و جاوید ماند هر کی نکنام زیست، که از عقیبش ذکر خیر زنده کند نام را. روحت شاد، منزل آخرتت آباد باد، نیک روزی جوان مرگ.